سلام رفقای عزیز، امروز قرار درباره شهر باستانی انشن سیتی یا شهر واردن صحبت کنیم. لایک و سابسکرایب یادت نره. بریم سراغ ویدیو. انشن سیتی در واقع یک قصر باستانی است که از قدیم ماینکرافت وجود داشته. این شهر باستانی یک شهر عظیم، باشکوه و تاریک در دل زمین پنهان شده است. در این مکان خانه قدرتمند ما به ماینکرافت یعنی واردن است. این شهر باستانی در دل بایوم تاریک و منطقه خطرناک قرار دارد. انشنت سیتی یکی از کمیابترین و بزرگترین سازه های ماینکرافت است که هر بازیکنی وارد آن شود با انواع طلا و ما به واردن روبرو می شود. البته گنج‌های ارزشمندی داخل این شهر باستانی قرار دارد که ما را با آزمون سختی روبرو می کند. انواع گنج داخل چست قرار دارد و ما برای رسیدن به آن باید آزمون سختی را پشت سر بگذاریم. در این بایوم نور خورشید به سختی میتواند به دل این شهر نفوذ کند و برای بازیکنانی سخت و دشوار خواهد بود. این شهر گنجینه‌های ارزشمندی در خود دارد که بازیکنان را مجبور می‌کند به این شهر بگردند. هدف اصلی برای ساخت این شهر مکانی بوده که پر از ترس، تاریکی، وحشت باشد. این شهر از معماری روم باستان است و از آن الهام گرفته شده و ساخته شده است. نکته اصلی اینه که در این شهر یک پورتال وجود دارد که سازه این پورتال وجود دارد ولی نمیتوان به دنیای آن سفر کرد زیرا هنوز ساخته نشده است. طبق اخباری که من دنبال کردم این پورتال قراره در آپدیت های بعدی باز شود تا ما بتوانیم به دنیای دیگر سفر کنیم. لایک و سابسکرایب یادت نره تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ.